به نظر من وقتی تو رو دیده هول شده، نفهمیده چی داره میگه. لیلا منو بوسید. آهان، پس یه چیزایی میفهمه حتما. تو چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ زدم تو صورتش. آخ لیلا، تو آدمو میکشی. برای یه چیز سیلی زدی آخه. معلومه که واسه آشتی پا پیش گذاشته. بعدش هم دیگه یاد بگیر مردم مثل ما درباره مسائل خیلی حرف نمیزنن. سلین، اون موقعی که بهم گفت میرم اومده ماردین. خب صدای یه زن رو شنیدم. فکر کنم متأهله. دیگه اینقدر پیاز داغشو زیاد نکن. دست از لجبازی بردار، برو حرف بزن. اگه قراره تموم بشه اینطوری تموم بشه بهتره. ببخشید. چیزه عمر خان صاحب هتل، خونشون کجاست؟ آها، امارتشون. امارت. نکنه خانم آقا مریضن؟ بگم الان برسوننتون؟ نه، میخوام با آقا عمر حرف بزنم. آقا عمر اینجا؟ پس میشه شماره یه اتاقشون رو به هم بگی؟ باید حرف بزنیم. خیلی خوب، بیا بریم.
آخه چرا این وقت شب مزاحمش میشین؟ کجا میری؟ مگه نمیخوای با هم حرف بزنیم؟ هتل به این بزرگی، چرا اینجا حرف نزنیم؟ اینجا جای خوبی نیست. آره خب تو خانی، دست بوسات نبینن. گفتی میخوای حرف بزنی، اما مثل اینکه میخوای دعوا کنی. باشه، حرفی نیست. نمیخوام دعوا کنم، فقط میخوام یه چیزی بدونم. دوستم داشتی؟ اینقدر دوست داشتم که به خاطر تو بی خیال همه چی بشم. کاش اندازه‌ای که بی خیال همه چیشی دوستم نداشتی، انقدر که تو از منم بگذری. من از تو نگذشتم لیلا. چرا نیومدی؟ چرا غیبت زد؟ درسته بعضی وقتا دیر میکنی اما میدونی که معشوقت حتما منتظرت میمونه. ولی تو منتظرم نموندی لیلا. فکر کردم نمیام که نیومدی. من اومدم لیلا، اومدم، اما تو نبودی. از اون روز به بعدم دیگه نیستی. چیزی که شده، هر کی بره راه خودش. خودت گفتی نه توی سابقی، نه من سابق. فهمیدم. نگه می اومدی پیدا میکردی، چون همون جایی بودم که دلم کردی. خواستم باهات حرف بزنم. چون که گفتم شاید یه دلیل برای بخشیدنت، برای فراموش کردن بلاهایی که سرم اومد پیدا کنم. پیدا نکردم. عزیزم لیلا چی شد؟ هیچی نشد. تو چشم نگاه کرد و گفت هر کی به راه خودش. من نمیتونم تو ماردین بمونم. برمیگردم استانبول. لیلا گریه نکن عزیزم. آخ لیلا،
اول که من دیر اومدم، حالام که تو دیر اومدی. کی میتونم روی ماه تو ببینم عزیزم؟ فردا مدرسه هم نمیشه، پس فردا هم تولدمه، اصلا نمیشه. خانوادگی جشن میگیریم. الو الو عزیزم، کجا قراره تولد بگیریم؟ میخواستی کجا باشه؟ معلومه دیگه تو امارت. نمیشه تولدتو بیرون بگیرین منم بتونم بیام؟ چطوری میخوای بیای؟ دیوونه شدی؟ منو تو دردسر میندازی. من برات دردسر درست میکنم؟ سعی میکنم آروم باشم و کسی منو نبینه باشه. شما خانوادگی برین یه جایی، منم یه راهی پیدا میکنم یواشکی ببینمت. تو دیوونه‌ای. آره معلومه که دیوونم. تازه فامیلیم هم دیوونه زاده است. خب باشه، قطع میکنم. یه وقت کسی میشنوه. خداحافظ. خب بخوابی. دجله، تو فکر میکنی از دستم خلاص شدی، اما صبر کن ببین چه بلاهایی سرت میارم. میبینی؟ خانم دکتر. آره دیگه، تو هم تو همین هتل میموندی. گریه میکنی خانم دکتر؟ چی شده؟ چیز مهمی نیست، یکم دلم گرفته بود. تو چطوری؟ خدا رو شکر خوبم. ما ماه هستل اومدیم توی این هتل. عزیزم من کارای ترخیص رو انجام میدم. باشه عزیزم. مگه خونه گرفتین؟ نه، دارم برمیگردم استانبول. واسه همیشه؟ چرا؟ از اینجا خوشتون نیومد؟ داستانش درازه، پیش میاد دیگه. کاش نمیرفتین. بیا بغلم کن. انشالله خوشبخت بشی، به هر چی میخوای برسی. تو هم همینطور خانم دکتر. مواظب خودتون باشید. خیلی ممنونم. خداحافظ. خداحافظ. روز بخیر. عزیزم تموم شد، بریم. ممنونم. خواهش میکنم خانم. ممنون برای همه چیز. روز بخیر. صبح بخیر قربان. به دجله خانم خبر دادیم، همین الان رفتن. خانم دکتر رفتن؟ لیلا خانم؟ بله، حتی تصفیه کردن.
پسرم ببین جلوی این عمر رو بگیر. فردا پس فردا دهاتی ایمان شورش میکنن. بچه سوسول پا شده اومده فکر کرده خان شده. مگه زمین دادن همینطور الکیه مادر؟ حرف میزنه، ساکتش میکنه، نگران نباش. همین که سر زبونه افتاده بسه. اگه بشنون داره زمین تقسیم میکنه قیامت به پا میکنن. این کارا شوخی بردار نیست. هر کاری که لازمه بکن، اما نزار دهم به دهم بچرخه. مادر تو نگران نباش، من بلدم با اون چی کار کنم و چطور ساکتش کنم. کاری میکنم که خودش تک و تنها بمونه. فعلا خداحافظ. فادیک دخترم برو باباتو بیدار کن، کلی کار داری. باشه مادر. مادر صادقم صدا کنم؟ صادق نیست، صبح زود رفت. تو از کجا میدونی؟ به تو میگه کجا میره؟ نه بابا، صبح اومدم آب بردارم، عمر خان بهش گفت برو هتل. پس حرفم زدین که میدونی رفته هتل دیگه. والا هممون زیر یه سقفیم. حرف نزنیم چی کار کنیم؟ از دست تو. آخه تو با کسی حرف نمیزنی. برای همین تعجب کردم. پسرم مریض شدی؟ نه مادر خوبم. چه میدونم انگار ناخوشی. نه مادر نه. کاروبار عروسی و این حرفا همه رو خسته کرده. صبح بخیر. صبح بخیر، خوش اومدین عروس خانم. صبح بخیر. حالت چطوره بی‌ناز؟ خوش میگذره؟ خدا رو شکر خانومم، همه چی رو به راهه. وای خیلی خسته شدم، میخوام برم حموم. بدو بی‌ناز حمومو آماده کن، زود باش. دخترم بیا که تو یه قهوه درست کنم من بخورم. من درست میکنم. تو بگیر بشین، من درست میکنم. آخه تو خیلی خسته شدی. صبح بخیر. صبح بخیر. جدا شما رو دجله نیستن؟ من اینجام. داداشت کار داشت نتونست بیاد. کاش داداش عمرم بود، اما عیبی نداره. یه چیزی میخوام بگم اما مامان نه نگیا باشه. بگو ببینم دختر قشنگم. فردا شب تو خونه تولد نگیریم، بریم بیرون، مهمون دعوت کنیم، مهمونی بگیریم باشه؟ دیوونه شدی عزیزم؟ این چیزا دیگه چی از خودتو در میارین؟ مهمونی؟ مامان مگه بده؟ همه با هم خوش میگذرونیم، خواهش میکنم. به نظر من که خیلی خوبه، هم به تو خوش میگذره هم ما تفریح میکنیم. دیگر جون عزیزم چرا بریم بیرون؟ تو خونه کیک درست میکنیم، خانوادگی دور هم جشن میگیریم. باشه، داداشت هم عصبانی نمیشه. چی میگی؟ نه عصبانی نمیشم. تو جشن تولد میخوای گلم؟ اونو فقط به من بگو. میخوای تو هتل باشه یا جای دیگه؟ خودم برات ردیفش میکنم، نگران نباش. آخ جون. نوش جونم. خب بشین صبحونتو بخور، اینقدر داد و بیداد نکن، بشین. نه مامان جونم من سیرم، فعلا خدافظ. تو حالت خوبه دخترم؟ خوبم مادر جون، فقط یکم خستم. برو استراحت کن. آره میرم. نوش جان.
برای اینکه به اینجا برسن باید از روستا بگذرن. اگه برفم گوش کنن. عمر تو خانشونی، به حرفت گوش میکنن. اما خیلی خوب، پس بریم. کت خدا منتظرمونه. وایسا حالا. فعلا این حرفا رو بذار کنار. حالا که تنهاییم درباره اون مسائل حرف بزنیم. چی شد؟ با دکتر حرف زدی؟ دیگه نباید هیچ وقت اون مسئله شروع بشه. اگه تموم شده بود که شروع بشه. دیگه واسه همه چی خیلی دیره. حالا به هر دلیل من با دجله عروسی کردم. متاسفانه دیر پیدا کردیم هم دیگه رو. این حرف توه یا حرف دلته؟ مگه حرف دل منم ارزشی داره طاهر؟ البته با ارزشترین حرف دل عمر. بالا دلم میگه دستشو بگیر، دیگه هم هیچ وقت ولش نکن. بین اون و حرفای مردم هم اصلا کاری نداشته باشه. اما این فقط حرف دل منه. باید ببینیم حرف دل اون چیه. اینجا رو نمیتونم ول کنم. تازه دجلم هست. به نظرت حاضر این عمر رو دوست داشته باشه؟ هر چیزی ممکنه. اما آیا تو جسارتشو داری بپرسی یا نه؟ سلام استاد. سلام دخترم، بیا بشین. خیره، کارا چطور پیش میره؟ اومدم راجع به همین باهاتون حرف بزنم. من دارم میرم استانبول. میخوای استعفا بدی؟ چرا؟ به دلایل شخصی. با این کارم همه چی خراب شد، اما 6 سال دیگه دوباره شروع میکنم. باور کن جا خوردم. مسئله خانوادگیه؟ تقریبا. متاسفم، خیلی ناراحت شدم. منم خیلی متاسفم استاد، باور کنید. جیلان؟ بفرمایید، منو صدا کردین؟ بیا جیلان بیا. پرونده تو خوب نگاه کردم. اطلاعات اینجا درسته دیگه نه؟ بله. پس وقتی داشتیم استخدامت میکردیم یه اشتباهی شده. تو نمیتونی به عنوان مستخدم کار کنی. متوجه شدم. باشه، ممنون. کجا جیلان؟ بیرونم کردین. چی بگم؟ خب دارم میرم. بیرونت کردم؟ پرونده تو نگاه کردم. زبان بلدی. اینجام که خیلی توریست میاد. میخواستم بگم رسپشن خارجی ها بشی، کارای اونا رو انجام بدی. واقعا؟ آره؟ خب زبان بلدی، درس خوندی. ما هم که خیلی وقت همچین نیروی لازم داریم. پس دیدم بهترین موقعیتی که تو هم واسه ما یه کارایی انجام بدی. خیلی متشکرم. مبارکت باشه. جیلان، لباسای فرم ما رو یه مغازه هست میدوزه. شب خودم میام دنبالت، میبرمت اونجا اندازهاتو بگیرن. باشه؟ باشه. برو به سلامت.
آبجی امینه، یه دستی به این پنجره ها بکش، خیلی کثیفن، باید تمیز شد. تمیز میکنم. امروز نوبت اونجا بود. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش اومدین. خوش اومدی خان. خیلی خوش اومدی خان. علیکم السلام. خوش اومدی. خوش اومدی خان. خیلی خوب. بفرمایین بشینین. خوش اومدین. سلامت باشه خان. خیر باشه. خان حتما شنیدی که عمر خان داره به دهاتی‌های زمین میده. همه جا پر شده. دهاتی‌ها دارن ولوله میکنن. همه جا شلوغ شده. واسه چی کت خدا؟ چیه؟ میگه خلیل خانم به ما زمین میده. قبل خونه ها دیشب شلوغ شده. میدیم کت خدا. میدیم. بهشون هم زمین میدیم، هم ماشین میندازیم زیر پاشون. اون بچه سسول پا شده اومده اینجا، فکر کرده خان شده هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. ما که نباید جلوش کم بیاریم، مگه نه؟ واقعا خان؟ کت خدا، مگه خان دروغم میگه که اینا میپرسی؟ هاشا، به دهاتی‌ها میگیم صبر کنی خلیل خانم بهتون زمین میده. خیلی خوب. حالا برین به اون دهاتی‌ها بگین خانتون خیلی شماها رو دوست داره. حالا که زمین میخوان حرفشونو زمین نمیندازیم، اما همه چی به نوبت. اول اونایی که گفتن خلیل خان زمین بده همشون باید بیان زمین بزرگ. اول از اونجا شروع میکنیم، بعدش هم خدا بزرگه. زنده باشی خان، خدا شما رو حفظ کنه. راضی باشه خان. خان، یعنی واقعا به دهاتی‌ها میخوای زمین بدی؟ میدم رستم، میدم. تو هم میخوای؟ نه خان، ممنونم. من زمین میخوام چیکار؟ روش میخوام چیکار کنم؟ جایم هم پیش شماست. امروز جای همه رو مشخص میکنم رستم. مادر کجایی؟ گردن بندم نیست. یعنی چی نیست؟ حتما تو هتل جاش گذاشتی دیگه. نه مادر، داشتم میرفتم هموم درش آوردم، الان نیست. یکی برش داشته. ما تو این عمارت از این چیزا نداریم. همین جاهاست، خوب بگرد. امینه، فادیک، بیان بالا ببینم. گذاشتم تو اتاق، رفتم هموم. تو این فاصله برش داشتم. یکی تو همین خونه دزدیدتش. تا امروز کسی تو این خونه مال کسی رو ندزدیده. اون گردنبند یادگار مادر شوهرم بود. همه ارزش معنویشو میدونن با کسی که این کارو بکنه چی کار میکنم. چی شده مادر؟ گردنبندی که مادر بهم داده بود دزدیدن. یکی چشمم کرده.
اینقدر هی نگو دزدی بسه. ایشالله که ندزدیده باشنش مادر. ایشالله اینطور باشه. وجب به وجب این خونه رو میگردم پیداش میکنم. هر کی برش داشته بیرونش میکنم. سلام جناب خان، خوش اومدید. عزیز خانم دکتر اینجاست؟ نه جناب خان، زنگ زدن گفتن دیگه نمیام عزیز. سریع دکتر دیگه اونجا براتون میفرستن. یعنی دیگه نمیاد؟ دیگه نمیان جناب خان، امروز هم برمیگردن استانبول. نه آقا خلیل، گفتن خانم دکتر داره اینجا رو ول میکنه و میره. راست گفتن؟ راست میگن. خانم دکتر مشکلی هست؟ هرچی هست بگین. خواهش میکنم هرچی هست بگین تا حلش کنیم. نرین. ممنونم اما اینا نیست. یه سری دلایل شخصی دارم که نمیتونم به خاطرش بمونم. یعنی دارین میرین؟ الان؟ دیگه نمیان اینجا؟ اگه معجزه‌ای نشه فکر نکنم بیام. خب از دست منم کاری بر نمیاد. آقا خلیل من تصمیممو گرفتم. میخواستم بگم من برسونمتون اما دست و دلم نمیره. میگم بمونیم. متشکرم، لازم نیست زحمت بکشین. تاکسی منتظره. خب دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار. پس بگین دعا میکنیم معجزه‌ای که شما رو برگردونه اتفاق بیفته. فرودگاه لطفاً. نیست، هیچ جا نیست خانم آقا، نیست. زیر فرش مرشارم ببینین. وای 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 وای، قیمت نمیشد رو گردنبند گذاشت که. باید اتاق همه رو بگردن مادر. والا منم همینو میگم. آب نشده بره تو زمین که حتما اینجا هست. خانم آقا، من توی این خونه به دنیا آمدم، تا امروز نه دیدیم نه شنیدیم. البته بینمون غریبه نداشتیم. چرا همه منو نگاه میکنین؟ به خدا من به مال حروم چشم ندارم. بیناز همچین کاری نمیکنه. این همه سال پیش ما بوده. کسی رو متهم نکرده. میکردیم. اون گردنبند امانت مادر شوهرمه. هر طور شده پیداش میکنیم. همه جا رو میگردیم. ببین اینجاست. من باشون حرف زدم، خودشون میدونن. خیلی خوب دیگه، فردا میبینمت. خیلی خوشحالم.
واقعا ممنونم. از من تشکر نکن، ولی خیلی بد کار کنی. باشه. به سلامت. وای زیلان وای. آخ دختر دیوونه من، چقدر بهت گفتم نگفتم جلوی زبونتو بگیر، نگفتم این کارو نکن وگرنه سرت هوا میارن و میندازن از خونه بیرون. ببین خان، میگم از اینا برات رومیزی بدوزم، تابستونم پرده ها رو عوض کنیم. چطوره؟ کاظم، من از رومیزی و پرده سر در نمیارم. خودت با مسئول هتل حرف بزن دیگه. هرچی شما بگید خان. خیلی خوب، خداحافظ. به سلامت خان. آها آره خوب شد. آره این بهتره. خب دیگه من برم. تمومش کن دختر، کسی تو رو متهم نکرده. اتاق همه رو دارن میگردن. پیدا کردم خانم آقا. به خدا من نذاشتم اونجا، من دزد نیستم. گردنبند تو اتاق من میمونه. این مسئله همینجا خاک میشه. کسی هم با خبر نمیشه. من تو امارتم کسی که دست کجه نگه نمیدارم، اما به خاطر عروسم این دفعه بیرونت نمی کنم.